سلام بر دوستان، من امیرحسین امامیات هستم. امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جدید و بعد از مدت ها دوری از کانال روبیکامان و من الان چنل یوتیوب و آپارات زدم و الان اومدیم با گیم فعالیت کنیم که من یه نظرسنجی گذاشته بودم که ترسناک بود، یکی هم گیم بود. بیشتر شما به گیم نظر دادین و منم تصمیم گرفتم که بیایم برای شما گیم بذارم و این بازی چیزی نیست جز بازی کراش باندیکوت 3 که برای کنسول پلی‌استیشن 1 هستش و اومدیم اینو با هم بریم و چند تا قسمت معنا قسمت اولش رو با هم شروع میکنیم و لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. اگه داخل یوتیوب منو میبینید حتما زنگوله کنارش هم بزنید و اگه داخل آپارات میبینید حتما لایک کنید و فالو کنید. اینا به من خیلی انرژی میده و بریم که سراغ ویدیو بریم. معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. خیلی خوب بچه‌ها، بازی شروع شد. Universal Interactive Studios production. خب این رد بشه. خب خب بچه من میکروفون روشن تو بیار. سیستم خراب بود. اینجا اوکاکا حمله کرد که نمیدونم کیه. Uka is free. No, it cannot be. Evil, great evil has come. میگه اوکاکا اومده. نه، مثل که دوباره به جنگ مثل که بعد دوباره جنگ کنیم و خیلی این جنگ وحشتناکی میشه. میگه توی این اوکاکا ما پیروزیم. میگه امکان نداره که باندیکوت ما رو میبره تو اوکاکا. میگه تو خیلی بی خودی که به خودمون ایمان نداری. یه تشرش زد. میگه چه حد شما بگیم. میگه البته. میگه اگه نتونی این ماموریت انجام بدی، میگه شخصیتی میارن که تو به سشوته بکشه. همینطور که میبینی شخصیت زمان آمد. این رو بهشون امید میده که شما باید این کار کنین، چیکار کنین که ببرین این چیزا. دمش کم بدون استرس و قشنگ یاد مده به همیشه موفقه. حالا ما سر امتحانم مگه شروع شد. مگه به این محل جنگ رو بهتون نشون میدم. مگه خب شما اینجایی که باید من اینجا رئیس این جزیره همون آقای مدیریت زمان همون آقای زمان همون که من اینجاش بالا پایین میرم و دستونه شما باید کارتون رو به دقیق انجام بدین، موفق باشین. خب شروع شد. بیا دیگه. آها خب این منم. بله خب بریم باز جزیره اول. این کارگونه بیشتر میپری یا میمیسی. خب محل اول برو. خب
Crash, Crash, crash. Why must you always muck in my mud? Oh, look, I have a mask helping me, too. We will find out which one is more powerful soon enough. مگه اولین مرحله که تو از بین میری. خب ای مرغه اینقدر زبله که نمیشه بگیری. بذار بگیرمش. اصلا نمیشه. خب این یه مدل جعبه که روشون بپری بوزه. اوه آرزومون کرد. شیش آمدم. عجب سوسیس. اما این بخاطر تو یه نفر باید بایستا. نه یه آرده خب ای بابا ببین چی میشه. ببین من این جعبه رو اینا که باری اینا دارم ثبت میکنم، اینا آخرش به ما یه الماس جداگانه میده. 2 تا الماس میگیریم دیگه. 2 تا یه دونه الماس بزرگتر. تو پوز دارم. او برا خب این سیو کننده این جعبه، یعنی اگه بیریم از اینجا میریم. آره اوه اپینگا گیم اسم اینا گیمه. مثلا گیم اوور میشیم اینا گیم هاشن. استغفرالله گم شه. بپر کنترلش خیلی سخت لامصب. گوشت من میگونه خودش آدم میشه. بگیر دیگه. من بوست من میکنه. نمیشه بری اینجا شو. گم شد. بعد خالی. گم شد دیگه. انگاه خواهم اگه من دوستم کنی خیلی هم ازش خوشم میاد. اینه نگاه مزن شمشیر گیر میکنه. ایسا گم شد. نگاه بازیه دیگه. ابو داخل این شده دیگه. بالقا زمین رو رسون بازه محل اول ها گم شد. نی اوه تقا هم نمیفته. نه نمیفته. آقا نگاه کن اینجا ببین. این هم از این گیم. من 2 تا گیم گرفتم. خب
چند تا سیب. تمام شستیم. خب یا با اینکه شروع شد با قاطع تو یه دونه سیب ما باید برگردیم. آقا گوزنه یه گیم دیگه. آقا ولقا بیا بگم شا. چه حرکتی داداش، حالا اینا نزده بودم. آقا اینجا ببین جبار رو نگاه کن. اون رو گم شد. الماس دیدی؟ آقا این یکی از این الماس ها، یکی دیگه هم الماس. تمام جبار رو بگیری یه الماس جدا کنه میده. نگاه کن یکیش اینجا بود. دو تا یه باید جبار بگیرم. توچ همین حسین رکورد گینس رو زد به خاطر اینکه داخل بازی کراش همه چی باید توچ افتاده. خب این یه دونه الماس هم گرفتیم. خب این مرحله که تموم شد. همونم خیلی خوب دوستان. اینم بود از بازی کراش. خیلی ممنون که تا آخرین ویدیو همراه ما بودین و منتظر پارت 2 باشین. یه پارت دیگه هم هست. بله منتظر پارت 2 هم باشید. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. چنل ما حتما دنبال کنید و لینک کانال روبیکا و یوتیوب هم داخل توضیحات میذارم. حتما بریم فالو کنید که ویدیوهای من اونجا میاد. بازی کراش باندیکوت. منتظر پارت 2 باشید. خدا نگهدار.